میخوام سریال تاریخی زیر چتر ملکه رو بهتون معرفی کنم. این سریال داستان زندگی یک ملکه است که پسرش رو که ولیعهد بوده میکشن. بعد از اون ملکه تلاش میکنه قاتل پسرش رو پیدا کنه. صیغه های پادشاه رو زیر نظر میگیره. با نخست وزیر هم میجنگه و تصمیم میگیره اداره قصر رو به دستش بگیره تا کسی نتونه برای بقیه پسراش توطئه بچینه. این سریال رو توی یه شهرک سینمایی گرفتن که جزو قشنگترین مکانهای گردشگری کره است. توی بهار باغ گل زیبایی داره و مناظر خیلی قشنگ کنار ساختمون‌های سنتی خاصش کرده. ملکه متوجه میشه همه توطئه ها زیر سر یکی از صیغه ها بوده و دونه دونه بابت تمام توطئه ها انتقام میگیره که سریالو خیلی جذاب کرده. بعد تصمیم میگیره پسراشو آموزش بده تا قدرتمند بشن تا بتونن از خودشون در برابر توطئه محافظت کنن. ملکه به عنوان یه مادر و یه ملکه و یه همسر همه تلاششو میکنه. برای همین اسم سریال زیر چتر ملکه هست. حتما ببینید.